نصرتی و جلال کاملی. یحیی هم که دیگه تقریبا میشه گفت چند قدمی جلوتر از این خط بازی میکنه و پوشش کامل به فاصله بین دو خط میانی و دفاعی ما میده. الویر بالچیچ خودش توپ رو نمیزنه، میره کنار تا دیگری این کارو بکنه. نیمکت ذخیره تیم باستین را میبینید. در زمان ذخیره تیم دید اینجا باز هم بالچیچ صاحب توپه، یه موقعیت خوب، یه پاس به جلو، فرصت برای گسری توی دروازه. نگاه کنید، یه پاس به جلو کاظمیان داد، ما نزدیم تو گل. حالا پاس به جلوی اونها تبدیل به گل میشه و حساب کار رو 1-0 میکنه. خوشحالی بازیکن باستین نسبت به تیم‌های قبلی که از این کشور به ایران آمده بودن، این تیم قوی‌تر از اون تیم‌های دیگه است. بالاخره همون بازیکنی که راجبش هم صحبت می‌کردیم گل رو زد. نگاه کنید، یا شماره 7 الویر بالچ، بازیکنی که به اسپانیا هم در مسابقات مقدماتی گل زد. یک فوتبال روان موسوم به مدرسه‌ای. واقعا یه گل مدرسه‌ای میزنن یاران باستین، گلی که بر مبنای سبک فوتبال اروپا خیلی راحت معمولا در مسابقات باشگاهی و میلیون قاره به ثمر میرسه. الویر بالچ، بازیکن تیم گنجلر بیرلیگی از فوتبال ترکیه، میتونه ادامه داشته باشه. همینطور هم هست. حالا موقعیت برای تیم ایران توی دروازه. بالاخره علی ادایی دروازه حسنچیچ رو باز میکنه. Evo sada šanse, 2-1 za Iran. 2-1 za Iran, strelac je Araš Borhanin sa broj 15. Vrlo jeftino smo primali golove u ovoj utakmici, to je sad definitivno. 73. minut, 2-1.